ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 3، گفتاری 67. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، دربه جشن زرفتگان ساختم. تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. نور محمد می گفت: من نادان هر سال به من 200 تنگه فایده می شود گفته تکلیف او را قبول کردم و درباره یارمندی های او پرسیدگی گفتم که من جو و بیده و میوه چیوه را از بازار نمی خرم. اگر از چیزی دهقانی که خدا به من داده است اندک به شما آدمگری کنم ضرر ندارد. درباره مهمانداری گفتم که من مهمان را نو ندیدم. در وقت زنده بودنی رحمتی پدرم خودم هر هفته از شهر مهمان می آوردم. اگر شما مهمان بیارید بالای دیده خرجش را خودم می کنم نگویید، این برای من عیب می شود. می گویند که رزق مهمان پیش از خودش می آید. هر کس در هر جا رزق خودش را می خورد. نور محمد باز سخنش را دوام داد: همین طریقه شده زمینهای من به علاءالدین گوجیگر در پیش نایبی در گل آسیا بوده قاضی کلان میرزا خواجه با وثیقه قاضی خانه حاصل گرو شد. سال یکم معامله من با خوجین نو به خوبی گذشت. من به او غیر از 1000 تنگه 1 من جو 100 بند بیده دادم. هر هفته به خانهش 1 سبدی انگور فرستاده ایستادم. 3 بار 4 نفری مهمان آورد که با آب و یوغان ضیافت کردم. در سال دوم مادری بچه ها گفت که در وقتی چشممان کشاده بودن پسری میانه را هم خاندار کنیم. من قبول کردم. برای این کار صاحب مصلحت یکمی من علاءالدین شد و به خوری خودش یک جایی به آبروی را از کوشکی عمر یافت. زمانه هم سخت شده بود. برد و آورد بسیار شد. علاءالدین بزمی بوده است. غیر از سازنده های شهر از وابکند و غژدوان سازنده آورده بزمی کلان کرد. منی بدبخت سرگرمی توی شده هیچ چیز را به حساب نگرفتم. در آخر علاءالدین حساب داد که غیر از چیزهای از خانه خودم و پولهای از کیسه خودم صرف شدگی باز از علاءالدین 5000 تنگه قرضدار شده‌ام. نور محمد سوس شد و حلقش خشکید. چای دادم، نوشید و سخنی خود را دوام داد. علاءالدین مرا تسلی داده: هیچ گپ نیست، من به شما برادروار خدمت می کنم. تا حال همه زمین هاتان به 3000 تنگه حاصل گرو باشد، اکنون به آنها باغ و حوری همراه شده همهش به 8000 تنگه حاصل گرو می شود گفت و پولی حاصلی 1 ساله زمین و باغ و حوری را یعنی فایده 8000 تنگه را برابری نرخی فایده خوران دیگر 2400 تنگه حساب کرد. حاضر پول قیمت شده است. فایده خوران هر 1000 را ساری به 400 تنگه مانده ایستادند که با آن نرخ
به 8,000 تنگه باید سالی 3,200 دهید. من به شما 800 تنگه گذشت کردم گفته مرا منتدار هم کردم. چی چاره؟ دندان به دندان مانده قبول کردم و در پیش نایب وثیقه را نو کردیم که به وی هم خیلی خراجات شد. اما انگور فروخته، سبزی و پیاز فروخته در یک سال 2400 تنگه یافته دادن آسان نبود. ما با پسران مهنت را باز هم زیادتر کردیم، کیلین ها را هم به کار برآوردیم. حاصل خوب شد، لیکن علاوالدین هم نغمه های تازه برآوردن گرفت. نور محمد خاموش ماند. من در دلی خود گفتم عجب نیست که او شنیدنی سرگذشتش را برای من ملال آور گمان کرده حکایه خود را ناتمام گذاشته باشد. بنابراین با آهنگی هوسمندانه پرسیدم بعد چی شد؟ بعد چی می شد؟ همه چیز برباد رفت. گویان دوام نمود. نغمه های تازه علاوالدین همین شد که او جو بیده را به قدری طلب کرد که در یک سال به یک اسب رسد. اول این که آنقدر جو بیده از دهقانی من نمی روید. دویم این جو بیده یک ساله یک اسب از 2000 تنگه زیاد می شود. او با این قناعت نکرده هر روز 1 سبد انگور و در تیر ماه 3 من 24 پود انگور زمستانی و 500 خربوزه تیر ماهی طلب کرد که این از طاقت من بیرون. گفتم من به او خنده کنان جواب داد از طاقت بیرون بودنش را در وقتی وعده کردنتان باید به یاد می آوردید. اکنون وقت گذشت. غیر از این هر هفته 5 کس 6 کس مهمان آوردن گرفت. در هر بار چنان که به خانه خودش مهمان آورده باشد، مهمانان آدمانی کلانند. اولی شب توش بیره، نیمه شب اگرا پلو و پگاهانی شیر برنج و حلوایی تر کنید می گفت. در یک تابستان 3 بار بزم خانگی بی دایر خبر و بی سرگردانی کرده مهمان بسیاری آورد که همه خرجها از من شد. من در آن احوال نه تنها به خودم و به بچگان هم پوشاک گرفته نتوانستم، بلکه همان 2400 تنگه‌ای به فایده قرض دادنی شده ام را هم پر کرده نتوانستم و از پولی فایده به خبر علاوالدین از پولی حاصلی زمین و باغ هم 1000 تنگه به گردنم ماند. ناچار به دری سودخوران دیگر رفتم که هر 1000 تنگه سالی 400 تنگه باشد هم میلش میگیرم و از قرض علاوالدین خلاص شده باری جو بیده و میوه چیوه و ضیافت ها را از گردنم دور میکنم. اما یگان سودخور پیش نآمد. وقتی که زمین و باغ و حولیت به گاو جگر حاصلگر است، ما پول داده نمی توانیم. اول آنها را از وی خلاص کن، بعد از آن بالای آن چیزهایت به تو قرض می دهیم گفتند. من به پیش نایب میرزا خواجه رفته عرض کردم که من موافق آن چیزی که در وثیقه نوشته شده است به علاوالدین هر سال 2400 تنگه می دهم، اما بیده و جو میوه و مانند اینها چیزهای سرگم را که به یک مقداری معین قرار داده نشده است داده نمی توانم و این چنین به مهمانداری قوتی من نمی رسد. من یک آدمی عیالمندی خاکپاش می باشم. به من جوره بازی را کی مانده است؟ خصوصا با علاوالدین جوره شده نمی توانم. او قرضخواه، من قرضدار می باشم. در این حال جورگی من و وی مانندی جورگی گوسفند با گرگ می شود که این ممکن نیست. با این سخنان من نایب اول خندید و بعد از آن گفت تو نادان می باشی، شریعت را نمی دانی.
در وقتش که زمین ها و باغ و حوریت را به علاوالدین حاصل گرو کردی، همه حاصلات زمین و باغ و حق اجاره حوری از آن او می شود و حق دارد که در وقت حاصلات همه اش را خنداشته گیرد. برای حوری هم حق دارد که گوید سال 500 تنگه ده نشین، وگرنه خیز من به دیگر کس اجاره می مانم. حالا هم علاوالدین به تو گذشت کرده از تو کم گرفته ایستاده است. یک گپی تو معقول است که چیزهای داده شدنی سرگم میگویی. در حقیقت هر چیزی را که دادنش لازم باشد معین کرده در وثیقه در آوردن در کار است. من به خاطر تو فردا علاوالدین را اینجا جیغ زده می آرم. تو هم بیا همون چیزهای سرگم را با مصلحت و با رازگی طرفین به پولی نقد گردانده به وثیقه داخل می کنیم. نور محمد می گفت من امروز به نایب خانه رفتم. علاوالدین آنجا بود. در وقتی گفتگوزار وی به نایب گفت زمین و باغ هر سال کمش 10,000 تنگه درآمد دارد، اما من به 8,000 راضی می شوم. در حوری مفت نشستن گیرد. لیکن اکنون دلی من از نور محمد بد بود. در وثیقه نویسید که اگر تیر ماه همه پول را یافته ندهد، من زمین و باغ و حولی را صاحبی کرده او را می برارم. نایب صلح کرده طلب او را به 7,000 فراورد. جمع قرضم در خود همین سال از وی 15,000 تنگه شد. در وثیقه نوشتند که اگر در تیر ماه همین 15,000 تنگه را یافته ندهم، زمین و باغ و حولی را می سپارم. نور محمد آهی جانکاهی کشیده از جایش خیسته در این منزل من هم مانند شمایان مسافر و مهمان می باشم. در تیر ماه مجبور می شوم که کوچ خود را به کوچه برارم، چون که 15,000 تنگه آن طرف استد، 5,000 هم یافته داده نمی توانم. گویام حقاس زده به طرف حولی درونش رفت. گریه گلوی او را گرفته بود. من لبلب جوی دی شیخ یک روز به بالا، به طرف شرق شمالی یک روزی دیگر به پایام، به طرف غربی جنوبی تا 2 دیه آن سوتر از منزل خودمان سیر کردم. عموماً آن جاها آبشار و زمینهایشان حاصل خیز بود. در هر دیه 2-3 باغ خوب به نظر می نمود. در هر کدامی آن باغها سایه نشینها، کسانی که سایه باغی را اجاره می گیرند نمی و اش را بودند. این سایه نشینها بخارایی ها نبودند، سوداگرانی کوکزی، ایرانی، افغان و هندوستانی ها بودند. هر کدام اینها آدمانی بودند که از سوداگری خوب فایده می بردند و در 2 ماه چله تابستان به گرمای جانسوزی بخارا طاقت نکرده به هواخوری برآمده بودند. از اینها هر گروه یک باغ را اشغال کرده بودند. در اکثری گروه ها 1-2 نفر بیماران هم بودند. آنها در زیر سایه درختانی بید کازه ها ساخته، به زمین کازه هم نوده های باریکی خوشبرگ بید را پهن کرده بیمارهاشان را در آن کازه ها خوابانده بودند. تندرستان در لب آب روان در سایه درختان کلیان کشیده می نشستند. افغانان و هندوستانیان بنگ، ایرانیان تریاک هم می کشیدند. از چشمانی بنگ کشیدگان آتش می بارید. خودهاشان گاه گریه می کردند، گاه خنده. رنگ تریاک کشان مانند رنگ مرده بی نور و خودهاشان هم مردوار بی درمان بودند. آنها با پولهای کلان سایه باغ را به اجارت گرفته بودند. یک گروهی 5 نفری سایه باغ را در 2 ماه 1000 تنگه، یک گروهی 4 نفری یک باغ را به 700 تنگه اجاره گرفته بودند. میوه و سبزوات را باشد
به پولی نقد خریده می خوردند. حتی هیزم را هم که در صحرا فراوان بود با نرخی شهر می خریدند. من این حال را دیده در دل خود دهقانانی باغداری اینجا در ایام تابستان خوب فایده می کردند گفتم. اما ثانی فهمیدم که سایه این پول هم به دهقانانی که بی واسطه در باغ کار می کنند نمی رسیده است. من در یک باغ از دهقانی که او را صاحبی باغ گمان کرده بودم از سایه باغ چقدر درآمد داشتنش را پرسیدم. او اول خندید و بعد گفت از سایه باغ فایده من همین که در وقت دمگیری همین جا آمده می نشینم. مگر این باغ از آن خودتان نیست؟ باز پرسیدم. پیشتر از آن خودم بود گفت او آه کشیده. بعد از آن به دستی یک بای شهری گذشت. من خدمتگار شده ماندم. بای به شما چگونه نگاه بین می کند؟ به طرزی که نمرده از خاک بیرون گشتیم. ما 4 نفر در باغ و کشتزاری بای کار می کنیم گفت او. از بازی که به اینجا مهمانان سایه نشینان آمدند مصالحی را هم که بای برای طعام گرمی ما هفته به هفته میداد نداده ایستاده است. مهمانان آشی زیادتی خود را میدهند، همان بس است میگوید. ما 2 ماه شدت گرما را در دیشیخ گذرانده در آخرهای اوگوست به شهر کوچیدیم. هرچند هوای باغ و صحرا به بیمار فایده نمایان نرسانده باشد هم به من منفعتی کلان رسانید. من که تأثیری بدی وبای پارساله را هنوز در خود حس می کردم در آن 2 ماه سالم و پرقوت شده به شهر برگشتم. در تیر ماه آن سال آن بیمار مرد. بعد از دفن او برادرش ظهور مخدوم خانه‌دار شده از مدرسه به حولی کوچید که کوچکشانی او را هم من کردم. در وقتی کوچکشانی ظهور مخدوم از جامه ها یا از کتاب های دادرم یگان تاش را برای یادگاری خواسته گیر گفت. من یک دیوانی صایب را که هر وقت وی را مطالعه می کردم خواستم. چرا یگان چیزی قیمت بهاتر را نگرفتی؟ اگر این کتاب را به بازار فروشی 5 تنگه نمی گیرند گفت او تعجب کنان. من این کتاب را برای فروختن نگرفتم گفتم من. خودی این برای من از هر چیز پربهاتر است. خوب میلت در دست ما بیکار استاده بود. شاید تو خوانی کتاب به تسبیح می درآید خوب می شود گفت او. این دیوانی صایب هنوز در دستی من است. در سال تحصیل 1895-96 درسی درسخانگی جماعی ما در پیش دامالله اکرامچه با قاریگی ملا ابراهیم بای بچه دوام نمود. ابراهیم سوادی تاجیکی خوب و خطی خوانا داشت. دوستداری ادبیات بود. حتی خودش هم شعر مشق می کرد. اما سوادی عربیش پست بود. قاعده را کم می دانست و دانستگی هایش را هم به عمل تطبیق کردن نمی توانست. سالی گذشته از شریکان یک کسی بی قوت‌تر درسی او را تیار کرده می داده است که فایدهش کم می رسیده است. او امسال مرا برای درس تیار کنی به خودش جلب کرد. پدری ابراهیم که جوربای نام داشته در میانه سوداگرانی بخارا و خیوه دلالی می کرد مرده. ابراهیم با نعمت نام برادرش مانده بود. هر دو در یک حولی زندگانی می کردند. نعمت خاندار بود و سوداگری می کرد. ابراهیم میراثی پدرش را خرج کرده می خواند. پخت و پز و شست و شویش در خانه دادرش می شد. ابراهیم یک جوانی میان قامتی سفید روی نوریش بود که ریشش سیاهی ملتاب می نمود.
چشمانش میشی آبدار بوده، در نگاه های او آثاری وحشیگی دیده می شد. او در شعر آسیم تخلص می کرد. در ادبیات ملا خاری نام یک اوراتیپگی استاد او بود. اما من حس می کردم که در فضیلت هر دو از یکدیگر کم فرق داشتند. ملا قربان نام یک شاعری کانی بادامی هم آنجا آمده می رفت که تخلصی او جانی بود. فضیلت این شاعر از دو شاعری اولی پستر بود. هرچند تخلص خاری به خال و جانی به جان منصوب باشد هم، ملا نظرالله لطفی خالی را تیهی از معنی و جانی را جنایتکاری شعر معنی داد می کرد. من هم آن وقتها کم کم شعر می گفتم، اما شعر خود را به کسی نشان نمی دادم. قباحتی هر شعری که گفتم بعد از 15 روز یا 1 ماه به خودم معلوم می شد و در حال سوخته می پرتافتم. من بدیع شعر خود را از بدیع شعرهای خالی و جانی می فهمیدم. شعر خودم به نظر خودم در اولی گفتنم خوب می نمود. چون شعرهای آنها را می شنیدم که بد است، در دوباره خواندن آن بدیها را در شعری خودم هم می دیدم. ابراهیم غیر از درس خانگی که در جماعه ما می خواند، درسهای دیگرش را هم اگرچه در آن درسها من با وی شریک نبودم با من تیار می کردگی شد. بنابراین او به خوراک من تماما متصدی گردید و برای آن زمستان پوشاک هم داد. رفت و آمد به خانه ابراهیم به من دشواری نمی کرد، چون که در آنجا آش نمی پختم، خانه نمی رفتم و جامشویی نمی کردم. همه این گونه کارهای او را زنی دادرش و خدمتگار زنکی او می کردند. من در آنجا تنها به کارهای علمی و ادبی مشغول می شدم. خانه او مانند خانه شریف جان مخدوم مرکز ادبیاتچیان نباشد هم از اهل ادبیات و هوسکاران آن خالی نبود. و بالای این شبهای تعطیل موسیقیچیان هم می آمدند که در آن گونه شبها اگر من به جای به بزم نروم آنجا می رفتم. نصرالله بای نام یک 6 مقام خانی 60 ساله بود که وی هر شبی تعطیل به آنجا می آمد. او دیگ فروشی می کرد و در این کسب روزگارش نمی گذشت. از بس که ابراهیم به او یارمندی مادی می کرد پایش را از خانه او نمی کند، وگرنه نصرالله بای سرودخانی کسبی و جایرو نبود. البته به این گونه خرج بی درآمد میراثی که از پدری نیمچبایش بای خورد مانده است کفایه نمی کرد. چون در دستی او پول کم مانده بود می گفت با آخرین مبلغی که در دستم مانده است به بهانه حج دنیا را یک تماشا کرده می آیم و بعد از آن مانند ملا بچگانی قشاق یک حجره عاریتی یافته گوشه می گیرم. و در آخری همان سال حج رفت و در روزی به سفر تیار شدنش که من برای خوشباشی و گسیل کنی به خانه‌اش رفته بودم به من یک دیوانی چاپه عبدالرحمن جامی را به طرز یادگاری داد. این دیوانی جامی هنوز در دست من است. ابراهیم بعد از آمدنش از سفری حج حقیقتاً هم گوشگیر شد. او در حجره در پیش مسجدی پادشاه‌قل حاجی زندگانی سر کرد. زندگانیش تماماً قشاقخانه بود، چون که در دستش از میراثی پدر چیزی نمانده بود و دادرش همه چیزهایش را حتی حوری نشستی شریکیشان را هم فروخته در راه‌های بد نابود کرده و یکی از حاکمان امیر شاگرد پیشه شده از شهر برآمده رفته بود. ابراهیم با یارمندی صدقه مانندی آشناهای پیشترش زندگانی می کرد.
با وجود این خرسندی اظهار کرده می گفت: دادرم میراثی پدر و بازیافت خودش را در راه‌های بیهوده نابود کرده، خودش هم بدنام و نابود شده رفت. اما من هرچی داشتم در راه‌های آدمگری خرج کردم و هرچند حاضر چیزی ندارم، مردم مرا حرمت می کنند. اما در وضعیت ابراهیم آثاری جنون ظاهر شده بود. شعرهایش از جهت تکنیک نسبت به پیشتر خوبتر شده باشند هم تعبیر و تشبیههایش دیوانوارانه گردیده بودند. ذکر ابراهیم عاصیم در صحیفه 428 نمونه ادبیات تاجیک چاپ مسکو سال 1926 قید شده است. عاصیم در سال 1915 در همان حجره در حالتی که از همه علاقه اش را بریده بود وفات نمود. بعد از حج رفتن ابراهیم در جماعه ما، در پیش دام الله اکرام حامد خواجه نام یک جوان بخارایی را که به تازگی به ما شریک شده بود به قاریگی انتخاب کردند. حامد خواجه در سال برابری من بودند، جوانی آزاده و بی آزاری نرم معامله بود. او در همه جا و همیشه تبسم کرده می ایستاد، به حدی که آثار تبسم در رخساره و چشمانش هویدا بود. حامد خواجه دارایی و درآمدی درستی نداشت. بنابراین در اول قاریگی جماعه را که خرج بر زیاد طلب می کرد قبول ننمود. اما از آنجا که او مقبول عامه شده بود، شریکان قرار دادند که به گردنش خرج زیادی بار نکنند و از وی ضیافتی قاریانه که قاریان جماعه هر سال یک بار به شریکان خود می دادند طلب ننمایند و در افتتاحانه خرج درس سرکنی حق تحصیل اختیاری او را در قطار شریکان عادی میان حال شمارند و او هم با همین شرطها قاریگی را قبول کرد. حامد خواجه پسری میرزا عبدالوهاب نام کاتب خوشنویس بود که پدرش در زمان خود زندگیش را با کتابت و کاتبی قاضی ها گذرانده است. حامد خواجه یک برادری از خود کلان داشت که نامش احمد خواجه بوده، از فاضلان جوان آن زمان به شمار می رفت. او هم از شاگردان دام الله اکرام بوده، در آن وقتها ختم درس نموده بود. او در قطار درس‌های رسمی مدرسه های بخارا در حساب متیماتیک هم تخصصی درست داشت. وی هم مانند برادرش خندان روی، نرم گفتار و بی آزار بود. او خانه‌دار بود و هر دو برادر در گذری لب حوض ارباب در حولی که از پدرشان مانده است زندگانی می کردند. احمد خواجه در درون با زن و بچه هایش، حامد خواجه در بیرون در بالاخانه. شما گفتار 67 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجامقولov، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.